استاد امی سوال ما همیه که ما در شهر گرمانیا قرار داریم پول بچه را تاجیکستان روان میکنیم через программа بایبیت بینانس اینجا فقط به همین راه میشوه پول روی کردن با بانک میشوه با بانک فایز میگیره بچه ها. ما همه چیز خودم قبول کردگیم گفتگیم که ما через программа روی میکنیم پول سری 100 یورو 1 یورو حق خدمت میگیرم برای کارم پیش بردم برای که ما پولا در کارتون میگیرم ما در ریسک برای که در اروپا هم خیلی که تاق نداریم مثال که پول کسی بگیری روی کردن اکیجا بچه ها مشکلی دارن برای روی کردن ما همین را میگیرم پولی همو بچه ها را خود چونه اول یورو را با دلار را بعد با سومونی میگردونم بعد ما پولی بچه ها را میتیم امی پولی که ما ای همیو میگیرم همین چیز ما در مثال حلال میشه یا که نه؟ برادر شما عیناً کاری پیرکی کار سودت هم خیر؟ بله ولیوچکی تیپا ولیوچکی میگن این ولیوچکی این پیرکیت که این یعنی پولی مردم به تاجیکستان یا به روسیه میرسونید هم خیر؟ بله استاد جان همین حقتون میگیرید پیرکیت که هیچ کی بی پول نمیکند که بی پول هم میگیره که از ضرورت است مثلا از تاجیکستان پول داکار اینجا اروپا پول دارد شما دا میتید بی پول هم میشد لیکن به هر حال این وقت میگیرد من علم در کار است همین پروگرام های کار فهمیدن در کار است برای همین یعنی میتونید یگان فایزی معین پول گیرید حقتون گیرید این هیچ گپی ندارد همی و جالبش در اینجایی که استاد ما ای پول همو آدم مثال که ای یورو ما خودم پول ندارم که ما اول پول امرا ای خودم چی ما اول پول امرا میگیرم پول خچ تاجیکی میکنم بعد ای همو ی یورو شما میگیرم دلشم میتیم دلشش کیلومتر همو آدمی که مثال که باید پول ما در دست ویتیم آخه همون شرطنامه من فلان پولت میفرستم فلان قدر میتی گفت همون نوگی همون میتید علاویده میتید نشکاری وای است ما ای خودم سومانی ندارم استاد ای خودم سومانی ندارم که بتیم یورش گرفتگی ما یورش چه سومانی خودش رای میکنید پولی همه آدم میفرستونید به تاجیکستان برده میرسونید حقی خدمت میگیرید اما قایدی موضوع هم قبول فهمیدید برادر